سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز. محمدی مرام هستم. میخوام توی این قسمت در مورد این صحبت بکنم که چرا شروع نمی کنیم و برای پاسخ به این سوال میخوام از کتاب اصول موفقیت از آقای جک کنفیلد استفاده کنم. آقای جک کنفیلد توی این برای پاسخ به این سوال خیلی حرف جالبی میزنه. میگه دلیل اصلی که ما خیلی از کارها رو شروع نمی کنیم دلیلش اینه که ما از شکست میترسیم. اما برعکس آدم‌های موفق به هیچ عنوان از شکست نمی‌ترسن. یکی از ویژگی‌های آدم‌های موفق اینه که اونها اتفاقاً به استقبال شکست میرن. استدلالی که این افراد میارن اینه که ما با هر شکست کلی تجربه به دست میاریم و یکی از اصلا شعارهاشون اینه که تا میتونید شکست‌های خودتون رو چندین برابر کنید. خب به هر حال شکست خیلی خیلی تلخه. به هر حال هر کسی به استقبالش نمیره. حالا فکر کنید که این شکست اگر هر چقدر که ابعاد بزرگتری داشته باشه خب به همون نسبت دردناکتره. اما آقای جکنفیلد یه داستانی رو مطرح میکنه خیلی جالب. میگه خبرنگار میره پیش یک دانشمند که این دانشمند تو زمینه‌های پزشکی اختراعات فوق‌العاده‌ای انجام داده بود. البته اشاره‌ای به اسمش نکرد ولی خب ایشون میگه که آدم بسیار بسیار معروفی بود. وقتی که این خبرنگار ازش میپرسه که آقای دکتر، رمز موفقیت شما چیه؟ شما مثل بقیه آدم‌ها داری زندگی میکنه اما اینقدر اختراع، این همه موفقیت، این همه مقاله و حالا کشفیات مختلفی یا چی شده؟ شما چرا اینقدر موفقیت داری؟ داستان سر چیه؟ ایشون میگه همه چی برای من از 2 سالگی شروع شد. داستان من یک اتفاقی بود که وقتی که من 2 سالم بود در یخچال رو باز میکنم که شیشه شیر رو از توی یخچال بردارم و خب چون نمیتونستم این شیشه شیر رو توی دستم نگه دارم میفته زمین و همه محتویات این شیر میریزه کف آشپزخونه. مامان من همون لحظه سر میرسه و حالا رفتار خیلی خوبی انجام میده. میگه ای چه جالب، من تا حالا نمیدونستم که وقتی یه شیشه شیر میفته کف آشپزخونه چه اتفاق میفته. میخوای با این شیرایی که الان ریخته بازی کنیم؟ و شروع میکنه با این بچه شروع میکنه بازی کردن. بازی میکنن و خلاصه یه چند دقیقه که میگذره مامان داستان ما میگه که خب الان دیگه وقتشه که این شیرایی که کف آشپزخونه ریخته رو تمیز کنیم. من 3 تا وسیله برات میارم، هر کدومو که تو میخوای انتخاب کن. یه دستمال برات میارم، یه حوله میارم، یه اسفنج میارم. هر کدومو که دوست داری با هم دیگه بیایم و این شیرایی که ریخته رو بیایم با هم دیگه پاکش کنیم. بعد از اینکه پاک میکنن مامان داستان ما میگه که خب بیا یه کاری کنیم برای اینکه دفعه دیگه دقت کنیم، برای اینکه دفعه دیگه این شیشه شیر از دستت نیفته چیکار باید بکنیم؟ شیشه رو برمیدارن میرن داخل حیاط پر از آبش میکنن و بعد به بچه یاد میده که چطوری باید با چه زوری به چه شرایطی این شیشه رو با خودش حمل کنه که این اتفاق نیفته. و بعد این دانشمند تعریف میکنه، میگه اون اتفاق باعث شد که من از خرابکاری نترسم، از شکست نترسم اگه یه ایده رو بخوام عملی کنم. برای همین خیلی راحت اگه یه ایده‌ای به ذهنم میرسه، یه کاری یا حالا وجود داره، سریع دست به اقدام میزنم. از خراب شدن، از شکست خوردن اون پروژه اصلا نمیترسم. چرا؟ بخاطر اینکه میدونم توی اون پروژه من کلی چیز یاد میگیرم، کلی تجربیات من افزایش پیدا میکنه. و بعد آقای جک اینفیلد میگه که آدم‌های موفق از شکست خوردن نمیترسن. اگر میبینی که جرأت، دقت کنید، اگه میبینید جرأت حرکت کردن و جرأت اقدام کردن رو ندارید احتمالاً به این برمیگرده که وقتی که بچه بودیم اگه یه اشتباهی انجام میدادیم خب غالبا یا کتک میخوردیم یا دعوامون میکردن یا یه رفتار بسیار بسیار بدی با ما انجام میشد. اگه تو مدرسه من یادمه
اون موقع معلم‌ها به جای اینکه مثلا حالا می‌خواستن درس تاریخ بدن، حالا معلم ما اینطوری بود، میخواست درس تاریخ بده، میومد میگفتش که بشین از روی کتاب همینجوری مثلا فلانی تو مثلا 2 پاراگرافشو بخون، فلانی 2-3 پاراگراف تو بخون. خب و به جای اینکه معلم بیاد درسشو بده، وقت کلاس این شکلی میگرفت و مثلا ادعاش هم این بود که داره درس میده. من یادمه یک کلمه رو اشتباه گفتم، خب تا حالا بهش بر نخورده بودم، نیده بودم تا حالا اون کلمه، و کل کلاس یک دفعه منفجر شد از خنده‌ای که به خاطر اون اشتباهی که توی بیانش داشتم. خب انتظار دارید که توی محیطی که مدرسه رفتید تازه یه چیزی یاد بگیرید، وقتی که یه اشتباهی انجام میدید، یه سوتی رخ میده، اینقدر آدم بهتون میخنده؟ یا اگر مثلا توی خونه یه اشتباهی انجام دادید یا مرتکب یه خطایی شدید، پدر و مادر ممکن که نه، خب قاعدتاً با شما خیلی رفتار تند و چکشی با شما داشتن، خب قطعا شما هم شجاعت اقدام کردن رو قاعدتاً نباید داشته باشید. ولی اینا رو دیگه توی این کتاب اشاره بهش نمیکنه. ولی به جای اینکه ما بیایم همون رویه‌ای که اون موقع ما در پیش گرفتیم که دیگه چیزی نگیم، حرفی نزنیم، اقدامی نخواهیم صورت بدیم، الان که شرایط به گونه دیگه ای هست، ما بزرگتر شدیم، به قول معروف خودمون رو میتونیم دوباره سیستم فکری خودمون رو دوباره بازسازی بکنیم، الان موقعشه که با این طرز دیدگاه مقابله کنیم. به هر حال آدم هایی که توی مسیر هستن مسخره میشن، دست انداخته میشن، توسط اطرافیانشون کوچیک شمرده میشن و هزار تا مسئله دیگه هست. اما آدم های موفق کاری به این حرفا ندارن، کارشون رو انجام میدن، علیرغم اینکه ممکنه مسخره بشن، دستشون بنازن و هزار تا مسئله دیگه که براشون به وجود میاد. شما نگاه کنید آدم های موفق تو کل دنیا، همین آقای ایلان ماسک، خب این پروژه فضایی که الان داره، ببینید چند بار تا حالا این راکت هایی که به سمت فضا پرتاب کرده با شکست مواجه شده. آیا نیستن آدم هایی که توی دنیا مسخرش کنن یا دستش بنازن؟ چرا؟ خیلی ها هستن تو فضای مجازی، حالا حرفای نامربوط میزنن یا مسخرش میکنن، ولی ایشون کارش داره انجام میده، حالا تو این لول هایی که ما داریم میبینیم. ولی تو لیول های کوچیکتر هم هست، ولی اونها شاید تو فضاهای مجازی وجود نداشته باشه. امیدوارم پاسخ به این سوالا توی این مطالب و توی این داستان ها گرفته باشید. من برای شما یک سری تستای خودشناسی آماده کردم که توی قسمت بعدی در موردش توضیح میدم. به پاس قدردانی از اینکه تا آخر ویدیو رو تماشا کردید، میخوام بهتون بگم که در لینک قسمت توضیحات من یک تست خودشناسی براتون قرار دادم و در گروه آموزشی قله به آدرس قله.com همونطور که میبینید 88 تست خودشناسی من قرار دادم که شما میتونید در زمینه‌های مختلف این تست ها رو انجام بدید و به کارتون میاد. نکته بعدی اینه که پل ارتباطی ما در تلگرام و روبیکا به شماره 090 50 540 874 هست و در کانال تلگرام به آدرس قله کام من یک سری خوانش های مختلفی رو قرار دادم که شما میتونید اونها رو تماشا کنید، ببینید، بشنوید و ازش لذت ببرید. خب در گروه آموزشی قله دوره‌های مختلفی تهیه شده، از دوره صداسازی که این دوره صداسازی یک دوره بسیار عالی و فوق‌العاده‌ای هست که شما با دوره صداسازی میتونید یک صدای جذاب و فوق‌العاده‌ای برای خودتون درست بکنید. دوره جذب همسر ایدئال، دوره پاکسازی ضمیر ناخودآگاه، افزایش فروش، رهایی از خیانت، رهایی از افسردگی، دوره فوق‌العاده فن بیان و سخنرانی و دوره عزت نفس و اعتماد به نفس. در سایت گروه آموزشی قله مقالات مختلفی رو قرار دادم که صدها داستان الهام گرفته از کتاب‌های آموزشی و انگیزشی هست که کتاب‌های مختلفی که در زمینه آموزشی هست رو من در قالب داستان، یعنی نکته اصلی این کتاب‌ها رو در قالب داستان
براتون گذاشتم که شما راحت داستان رو میخونید، چون داستان خیلی راحت توی ذهن انسان قرار میگیره و برای همیشه ماندگار هست. و نکته اصلی رو من در قالب داستان براتون قرار دادم و صدها مقاله در مورد خود معرفی کتاب ها. یعنی اگر هنوز نمیدونید که آیا این کتاب رو بخرید یا نه، من یک معرفی کامل از اون کتاب رو براتون قرار دادم، توضیحات مفصلش رو هم اونجا هست. همچنین در یک مقاله فیلم های انگیزشی که فوق‌العاده است، یعنی جزء فیلم هایی هست که شما اگر اونها رو تماشا کنید هم ازش لذت میبرید، هم بهتون احساس خوبی میده، نه باورهای بیخود و مزخرف. من داخل صفحه اول خودمون در سایت قله.com این مطالب رو هم قرار دادم. همچنین همونطور که گفتم تست های خودشناسی که بیش از 80 خورده تسته و همینطور هم این تست ها همینجوری اضافه میشه در زمینه های مختلف، از موفقیت تا زمینه شغلی و درآمدی، روحیه عاشقانه، خونه شاد، اجتماعی بودن، سلامت نفس، هوش و خلاقیت و ویژگی های شخصیتی. همه اینها رو میتونید اونجا انجام بدید و ازش لذت ببرید. براتون آرزوی موفقیت دارم تا پادکست بعدی، تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.